برای ما گفتن که شوروی ها آمدن، ما جهاد را از این خاطر انجام میدیم. شوروی فردا برای جنگ ختم است. شوروی را از اینجا رخصت ساختیم. دیگه متاسفانه با وجودی که روسا از افغانستان رفتن و همه جهان از ما و شما توقع و تقاضای ازی را داشتن که به زودی رژیم ساقط بکنه. برای ما خطا نوشته کرده بودن که افغانیت را به انجام برسان. باز ما قول افغانی خود برای تو میتیم. ما افغانیت خود به انجام رسانیدم. کجا شد قول افغانی از اینها؟ خب شوروی ها هم برآمدن. حال سوال سوم مطرح است که نجیب این چوکی را برای ما اعلام بده. هر وقتی که نجیب چوکی را اعلام کرد اون امور صلح میه. خوب برادران عزیز، پس کل جنگ در ظرف 11 سال که 1.5 میلیون کشته داد، 1,300,000 نفر معلول و زخمی داد، این کلش از خاطر یک کرسی بود؟ خامیر از اول میگفتین. ما برای شما بگویم که سعی کنین، برای ما سوال پیدا میشه، برای شما هم باید سوال پیدا شود و راجع به صلاحیت از این سران تنظیم ها باید یک سوالیه کلان بگذاریم. چند روز قبل یکی از این سران تنظیم ها گفت فهمیدن که از راه نظامی دیگه نتونستن گرفته، نه جلال آباد گرفتن، نه خوست گرفتن، نه قندهار گرفتن، نه کدام جای دیگر به دست آوردن. با کمال تأسف بعد از شکست مجاهدین در جلال آباد و بعض نقاط دیگر، رویه حاکم شده بود که گویا مجاهدین موفق نخواهد شدن که نجیب از طریق اقدام نظامی سقوط بتن و از قدرت دور بسازن. در روی این مفکوره آرام آرام حالتی به وجود آمد که کشورهای همسایه که حامی جهاد ما بودن به نحوی با نجیب ارتباطاتی را برقرار کردن. حال دیگه دست دراز کردن. به طرف کی؟ به طرف شوروی ها. از شوروی ها یکی از سران تنظیم ها تقاضا میکنه. گفت که از ضرورت هایتان، نیازمندی هایی که شما دارین ما را قبول داریم. شما شاید در اخبار شنیده باشید که از نجیب بخوای که چوکی را اعلام بکنه و برای ما قدرت را تسلیم کن. تر والا قضاوت را به شما میسپارم. با ما مذاکره نمیکنن، میگه این دست نشانده شوروی است. با ما مذاکره نمیکنن، میگه این طرفدار شوروی است. ولی از خود از اونها دست دراز میکنن، گدایی میکنن، قدرت میخواین، میگه ما را به کرسی بشان به جای نجیب. و در عین حال از به اصطلاح خودشان میگه که از دوستان غربی خیش نیست تقاضا میکنیم تا ما را به قدرت برسانن. We welcome the distinguished interim leader of a liberated Afghanistan, Chairman Hamid Karzai. این حال قضاوت را برای شما میسپاریم. کابل مرکز و پایتخت کشورتان هست. حال پایتختتان را با خاک یکسان نسازین و مردم عزیز زیر پایتان به قتل و قتال و به کشتارهای بیرحمانه و پر از قساوت نابود نکنین. زمینه مذاکره و تفاهم با قماندانان و دولت آماده گردد. من تقاضا میکنم که همه از قماندان ها را از طریق رادیو و تلویزیون ابلاغ میشه، ضمانت میکنم هیچ گپ واقع نمیشه. جهانی را میشنوه، مردم افغانستان خواهد شنید. سر موی سر یکیشان کم شود خدای نخواسته در اینجا. ما باز بدنام تاریخی است. من سیاست خود را باز بدنام نمی کنم که ما آشتی را اعلان کرده باشم خدای نخواسته مثل دیگرانی که در تاریخ قسم یاد میکردن با مردم و قرآن امضا میکردن و اینجا باز مردم میخواستن و میکشتن. با تضمین و ضمانت با احترام اینجا بیان در مفاهمه و مذاکره مهم نیست که حتما به نتایج برسیم. ما برای تسلیمی هم نمیخوایم نشان، سلام نمیگم که بر زمین بگذاریم. باعث یک نیروی طرف مقابل ما میایه که ما مساوی میشینن صحبت میکنن. نه خدای نخواسته باعث برای که وزرزاری کرده اومده باشه در اینجا. و سر مسائل وطنی و مردمی خود صحبت میکنیم که چه مسئولیت های بزرگ و عظیم تاریخی در این دوران اساس و تاریخی و دشوار
و مصیبت بار و پر از غم و اندوه برای مردم افغانستان بر عهده ما گذاشته شده است. بر عهده ما هم گذاشته شده، بر عهده از قومندان ها و شما همه کس ما گذاشته شده است. ضمانت بکنین برایشان و بگوین که شما صحبت بکنن، از طریق شما بیاین مستقیما امینجا در همین مجلس میگن، جای دیگر میگن، یک شوروا را پخته میکنیم، زانو به زانو میشینیم و صحبت میکنیم که راه حل پیدا بکنیم. نه تنها در ارتباط با راه، در ارتباط با جمیع از مسائل کلی وطنی، در ارتباط با حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی در این ولایت آن ولایت در عموم کشور صحبت را انجام بدیم. این است نظریات من. کدامش به زیان شماست خدای نخواسته؟ کدامش آبرو و عزت شما را پایین میاره؟ کدامش به خیر و سلامت شما نیست؟ همون گپی که میگین که خدای نخواسته نام بدنام ما نیک نام شوه، با اینی گپا نیک نام میشه. بالمقابل بار آسمان بالای سر شانه ما باز بگذارین، ما حاضر هستم برای برداشتنی از او. هر امری باشه، هر خدمتی باشه، هر دستوری باشه، هر هدایتی باشه، هدایت و دستور رو باید مردم بته، نه حکام و سلاطین و پادشاه ها. شما تو فکر بکنید مردم افغانستان وجود نداشته باشه، برای ما ارزش قیمت لال و جواهر و لاجورد و زیور و زینت از وطن شما مردم ما هستین. از او خاطر تا جایی که بر ما وظیفه میگذارین و مسئولیت میگذارین، ما امیدوار هستم که به خاطر احساس مسئولیت در قبال شما از اجرای از این وظایف در این لحظات بسیار خطیر و دشوار بیرون برایم و خدمت شما را انجام داده باشم. عزیز و پدر و فرزند و دلبند خود را از بین بردن و بر غم و اندوه و ناله و فریاد از او حکومت کردن و باز آخرش هم بگوییم که ما جهاد را بردیم، ما جنگ را بردیم، ما پیروز شدیم. من نمیگم که بین ما ملامت و سلامتی وجود ندارد، مگر وقتی که من شوروی را گفتم که از اینجا بیرون برای خود تو هم دیگه ده، پاکستانی را خود اجازه نتید دیگه، عربی را خود اجازه نتید اینجا، جنرال امریکایی را خود با خود نبیر و مشاور امریکایی را خود با خود اینجا نبیر. میشینیم بین هم دیگر زانو به زانو مذاکره میکنیم، مفاهمه میکنیم، یا تو ملامت میشی یا ما ملامت میشیم. همینجا یکی از دوستان ما گفت که برای خدا دروازه توبه است، برای شما دروازه ناغه است. اگر ما ملامت شدم ناغه میتون برای شما، اگر رفقای ما، اگر حزب ما و اگر دیگران ملامت شدن باید ناغه بده. ناغه را میخواهیم. سر تمام کدورت ها و دشمنی ها سنگ بزرگ میگذاریم. برای از که والا کردن از این کدورت ها و حساب ها و محاسبات جنگ ما را حل فصل نمیکنه. از سر نو در صلح و صفا و صمیمیت شروع میکنیم و خدمتگار یک دیگر و خدمتگار مردم خود میباشیم.